به به، سلام دوستان قند. چشمای ما روشن، چشمای ما روشن. بعد از خیلی زیاد مدت طولانی. خوب هستش یار؟ سلامتی؟ الحمدلله، تشکر. سلامت باشی، زنده باشی. چه داری خودت؟ صحتت خوب است؟ سلامت هستی؟ انشالله ماه مبارک رمضان بخیر بگذره. قربانت خوب هستی؟ سلامتی؟ جان جور است. کجا هستی؟ هیچ کم پیدا هستی؟ اصلا نیستی به خدا. آخرین دفعه که ما خودت یک جای کرکی دیگه استریم کردیم، کرکی دیگه پلی داشتیم، در سپتامبر 2025 بود که از سپتامبر تا بالا تقریبا 5 یا 6 ماه میشه. دیگه والا 5 و 6 ماه میشه. و دلیل کلان از این که از غیرحاضری خودت از بچش ما همیشه میجستم. از ما دیگه مصروف رنکاب به خدا، مصروف رنکاب کلاسیک التیمیت بخید دیوانه ما کردی. فصلم که ترکا گلیت زده بودن، هیچ همی دل ما از رنگ پوش بد کردن به خدا. ما دیدم مسابقات تعقیب داشتم، استودیوهات که میموندی فهمیدی نفر ده یک مسابقه 100 دانه پوینت گرفته بود. به خدا 200 تا 300 تا پوینت میگرفت و سال 2-3 میدان میزد، بعدش میرفت نفر یک روز اصلا کلا گیم نمیزد. خیلی خوش آمدید. ما هم لایو تازه شروع کردیم، یک سلام خاص تقدیم. همچنین قربانت، سلامت باشی. تشکر. جا داره که یک سلام گرم و نرم تقدیم کنم تقدیم تمام دوستا و عزیزایی که لایو استریم و رسای دارین. ان شاء الله که لباس عافیت بتن داشته باشین. و همچنان یک سلام خیلی زیاد خاص تقدیم تمام دوستایی که لایو استریم امیر جان گوشی لای ما رسای دارین. امیدوارم که روزای ماه مبارک رمضان به خوبی و به خوشی بر تمامتان بگذره. امیدوارم خداوند طاعت عبادات تمامتان به درگاه خود قبول و مقبول بگردانه. ان شاء الله که رمضان خوب و خوش داشته باشین و در کنار از او تسلیت باشه برای تمام فامیلایی که عزیزای خود در جنگ دیشب بین پاکستان و افغانستان از دست دادن. خداوند جنت فردوس نصیبشان بگردانه. امیدوارم که دست هر چیز ظلم و ظالم است از سر کشور ما به برکت از این ماه مبارک رمضان کوتاه شود. و امیدوارم که مردم ما بتوان که یک نفس راحت بکشن. و امیدوارم که صلح و آرامی در کشور ما شما پایدار باشه و تمام دشمنای کشور ما خوار ذلیل شود. قربانت بابا جان دیگه. آمین آمین.